آیا میدونستید 90% خریداران خونه توی اولین خریدشون ضرر میکنن چون این قانون رو نمیدونن؟ کاری که شما انجام میدید در ابتدا برای خرید خونه میرید به سایت آگهی دیوار مراجعه میکنید یا به مشاوران املاک. اونا بر حسب فایل هایی که در اختیار دارن بعد از دیدن 3 4 یا 5 تا فایل شما رو تحت فشار قرار میدن که سریع تصمیمتون رو بگیرید و خونه رو بخرید. ولی واقعیت اینه که دارن گولتون میزنن. قانونی که وجود داره به اسم قانون 100-1 که اولین بار توسط آقای دولف دروز، یکی از آموزگاران بزرگ حوزه املاک، معرفی شد. در قانون 100-1 به شما میگه شما ابتدا به ساکن اول باید برید 100 تا خونه رو ببینید. این به شما یه قدرت فوق العاده مقیاس پذیر رو به شما میده. این خونه پارکینگش خوبه، اون خونه پارکینگش بده. این پکیج داره، این نداره. این نقشش مناسبه، اون نقشش ضعیفه. که دیگه شما شبیه یک فرد آماتور نیستید بعد از دیدن 100 تا خونه و دقیقاً شما شبیه یک فرد خبره در همون محله که دارید ببینید. حالا بسته به بزرگی و کوچیکی شهرم داره. از اون 100 تا رو که دیدید و پالایش شده توی ذهنتون ناخودآگاه 10 تا از بهتریناشون انتخاب میکنید و به اون 10 تا نقطه جادویی اینجا اتفاق میفته. پیشنهاد 10% قیمت کمتر رو میدید. یعنی اگه قیمت 3 میلیارد تومانه شما پیشنهاد 2700 میدید. این خودش باعث کاهش قیمت میشه و حالا قیمتی که پخته شده و مناسبه پیشنهاد 10% قیمت کمتر میدی به فروشنده از قیمت اعلامی. نکته اینجاست که 3 تاشون با پیشنهاد شما موافقت میشه. تقریبا از اون 3 تا اونی که از همه مناسب تر و بهتره برای خودتون بردارید. یعنی بین 20 تا 25% از اون قیمت اولیه برای شما کاهش پیدا میکنه. این قانون فقط برای خریدن خونه نیست. آیا فکر میکنی که این قانون برای خریدن خودرو، انتخاب شغل مد نظر و تا انتخاب همسر هم میتونه مناسب باشه؟ خوشحال میشم نظر و کامنتاتون رو بدونم. به دوستاتون بفرستید که اونا هم ضرر نکنن. مرسی.